داری چی کار میکنی؟ درس میخونم واسه مدرسه. بی نظری چرا مدرسه داریم ولی مدرسه 4 نداریم؟ شروع نکن به خدا. چرا هر معلم فقط یک درس رو بلده و تدریس میکنه ولی هر دانش آموز باید همه درس رو بلد باشه و امتحان بدی؟ حالا چی داری میخونی؟ ریاضی. چرا ریاضی بخونیم در صورتی که ماشین حساب اختراع شده؟ چرا مساحت رو به دست میاریم ولی محیط رو میخوریم؟ بدش کن، اصلا زبان میخونه. این کلمه رو واسم میخونی؟ LBS. امان از تازه کارو، این پاوند خونده میشه. حالا اینو بگو. کار یعنی ماشین، پت یعنی حیوان خونگی. حالا اگه گفتی کارپت یعنی چی؟ خب معلومه، یعنی ماشین حیوان خونگی. نه یعنی فرش. ولکن بذار درسمو بخونم. درس رو که نمیخونن میبینن. یعنی چی الان؟ میدونی دیگه چی جالبه؟ اینکه ماهی خودش حافظه 30 ثانیه است، بعد ما ماهی میخوریم حافظمون قوی شه. ولم کن.